در اول کتاب مقدس این داستان خیلی جالبه که آدم و حوا رو داریم که در باغ عدن هستن و همه چیز در این باغ عالیه. همه چیز دقیقاً سر جای خودشه. به غیر از اینکه درختی هست که خدا بهشون میگه نباید ازش بخورن چون خطرناکه و میکشتشون. پس فقط همین؟ از این درخت میوه اجتناب کنیم و همه چیز خوبه؟ بله، به نظر خیلی ساده میاد، ولی توی این باغ یه مار هست و شروع میکنه داستان متفاوتی تعریف کردن. میگه اگه این میوه رو بخورید شما رو نمیکشه، بلکه در حقیقت شما رو مثل خدا میکنه. و آدم و حوا حرف مار رو باور میکنن و میوه رو میخورن. به همین خاطر نیکویی باغ به طرز غم‌انگیزی از دست میره و شرارت و مرگ وارد دنیای نیکوی خدا میشه. حالا چرا یه مار سخنگو توی باغه؟ این واقعا یه مشکله. آره، خیلی عجیبه و عجیبتر این حقیقته که کتاب مقدس نمیگه این مار چرا یا چگونه وارد اونجا شده. فقط مار رو به عنوان مخلوقی توصیف میکنه که در برابر خدا سرکشی کرد و اینکه میخواد مردم به نیکویی خدا شک کنن و اونها رو به سمت مرگ سوق بده. پس این مار هر چی که باشه منشأ شرارته که به دنیا و زندگی ما حتی همین امروز هم نفوذ میکنه. ولی هنوز امیدی هست، چون درست در همین جای داستان خدا وعده خیلی جالبی به آدم و حوا میده. اینکه کسی در آینده میاد، پسر حوا، و این شخص سر شیطان رو میکوبه و شرارت رو از سرچشمه نابود میکنه. هرچند در این درگیری مار پاشنه اون پسر رو میگزه. پس این یعنی هر دو طرف نابود میشن؟ بله، وعده عجیب ولی زیباییه و تا لحظه کلیدی بعدی داستان در اونجا باقی میمونه. وقتی که خدا شخصی به اسم ابراهیم رو جدا میکنه و میگه به واسطه خانواده اون نیکویی و برکت رو به همه اقوام دنیا برمیگردونه و با دنبال کردن سرگذشت این خانواده با یکی از نوه‌های ابراهیم به اسم یهودا آشنا میشیم و به او وعده داده میشه که پادشاهی از نسل او به دنیا میاد و همه دنیا از این پادشاه پیروی میکنن. او صلح و آرامش رو برقرار میکنه و به فراوانی خوراک و شراب و شیر و شهد و تاکستان مهیا میکنه و همه چیز عالی میشه. اولین پادشاهی که از نسل یهودا ملاقات میکنیم شخصی به اسم داووده و اون یه قهرمانه. شاید اون کوبنده مار باشه. ولی معلوم میشه که داوود هم مثل بقیه انسانها آلوده شرارته. هیچ وقت سر مار رو نمیکوبه، بلکه برعکس. هرچند خدا وعده‌ای به داوود میده که این پادشاه نهایتاً از نسل او خواهد اومد. ولی همینطور که داستان رو ادامه میدید میبینید که هر نسل از پسرانش خیلی ساده لوح هستن، تسلیم مار میشن و شرارت رو انتخاب میکنن. دنبال پول، رابطه جنسی، قدرت و خدایان دیگه میرن. شرایط اینقدر بد میشه که ملت اسرائیل رو به ذلالت میکشونن و امپراتوری شرور و بزرگ بابل بر اونها سلطه پیدا میکنه. بنابراین الان دیگه پادشاهی نیست که این وعده رو محقق کنه. پس به نظر میرسه که تمام نقشه ها نقش برآب شدن. ولی در این روزهای تاریک گروهی از افراد به اسم انبیا هستن. اونها همش از پادشاه آینده حرف میزنن و این وعده رو بهمون یادآوری میکنن که او میاد، شریر رو شکست میده و باغ رو احیا میکنه. حالا یکی از انبیا به اسم اشعیا بیشتر در مورد دلیل گزیده شدن پادشاه بهمون میگه. اشعیا میگه پادشاه موعود به خاطر شرارت انسان این زخم رو بر خود میگیره، زخمی که میکشتش. ولی بعداً ناگهان برمیگرده و اشعیا میگه که به خاطر متحمل شدن این زخمه که حالا اون میتونه منشأ شفا برای دیگران باشه. ولی عهد عتیق تموم میشه و هیچ خبری از پادشاه کوبنده مار که همه ازش حرف میزنن نشد. به همین خاطره که وقتی عهد جدید شروع میشه ما رو با عیسی ناصری آشنا میکنه، نه به عنوان یک شخص معمولی بلکه به عنوان کسی که اومده تا این وعده های خاص باستانی رو محقق کنه. بله، متوجه میشیم که او از نسل داوود، یهودا و ابراهیمه. او به سراسر اسرائیل میره و موعظه میکنه که نیکویی پادشاهی خدا همین لحظه بین ماست و مقابله با تأثیرات شریر بر مردم رو با شفا دادن اونها و بخشیدن گناهان و شرارت‌هاشون آغاز میکنه. خیلیا حالا باور دارن که عیسی همون پادشاه وعده داده شده است. ولی عیسی به نزدیکترین پیروانش میگه که با گرفتن شرارت انسان بر خود پادشاه میشه و اینطور صلح و سلامتی رو برای بشر برقرار میکنه. همون زخم کشنده نیش مار. دقیقاً، و اینطور به نظر میرسه که مار برنده میشه و اگه اتفاق بعدی نمیافتاد این داستان تبدیل به تراژدی میشد. عیسی از مردگان برخاست و حالا عیسی بر شریر و مرگ قدرت داره. و بنابراین مابقی عهد جدید این ادعا رو مطرح میکنه که قدرت عیسی بر شرارت و مرگ حالا در اختیار ما قرار گرفته تا شروع به مقابله با اثرات شریر در زندگی خودمون بکنیم.
ولی حتی هنوز مرگ و شرارت مشکل اساسی در دنیای اطراف ما هستند. و برای همین داستان کتاب مقدس با توصیف روزی در آینده که عیسی میاد و کار رو تموم میکنه به پایان میرسه. عیسی ما رو یک بار برای همیشه از بین میبره و نیکویی باغ رو اینجا روی زمین برقرار میکنه.